كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. السلام علیکم دوستان عزیز، امیدوارم شما خوب هستید و شما سلامتی خواهان هستم. دوستان عزیز، نوار تا آخر با دقت خوب تماشا کنید که خیلی و خیلی مهم است. نواری که شما در روی اکران میبینید، این جوان هنگام طواف کردن خانه خداوند سبب نفسگیریش تنگ شده و در همین حالت جان خود را از دست میدهد. خداوند طریق رحمت شایسته جنت بگرداند و با باقی ماندگانش صبری جمیل خواهان هستیم. دوستان عزیز، برای همه ما و شما معلوم است که حج کردن این پنجم رکن شریعت اسلام است. البته ما حج کردن که گفتیم این حادثه در حج عمره شدگی است و حج پنجم رکن اسلام این حج فرضی را در نظر دارد. خداوند همه ما را به همان مکان مقدس رفتن را نصیب می‌گرداند. آمین. خوب دوستان عزیز، هنگام حج رفتن گفتیم بسیاری ما و شما خبردار هستیم، در سامانه‌های اجتماعی می‌بینیم حج عمره چنان شده است که با مانند حج فرضی است. آدمان خیلی زیاد هستند، اما خبردار هستیم و می‌دانیم که از یک عائله 3 4 تا 5 6 نفر به حج عمره می‌روند. زیرا این یک تشکیلاتی است از سبب زیاد شدن کمپانی‌ها یکی از دیگری نرخشان فرق می‌کند. اما حج کردن اگر قوت و توانایی داشته باشی، این حج فرضی است که ما باید پنجم رکن اسلام عملی سازیم. و امروزها به حج عمره می روند. آیا ما میدونیم که حج چیست؟ کعبه چیست؟ چرا آدمان در گرد و اطراف کعبه تا میخورند؟ حجر الاسود چیست و چی بود؟ چرا نام او را حجر الاسود گذاشتند؟ آیا در این باره یگان معلومات داریم؟ اگر داشته باشید در کامنتار یا نویسید در زیر نوار. نداشته باشید در نوارهای بعدی در این باره ما به شما نوارها میکنیم. خوب، این نواری که شما در اول دیدید و عین حال دیده استادید، این جوان هم یکی از همان جوانهایی که به حج عمره می رود. هنگام طواف کردن در گرد و اطراف خانه خداوند، هنگام آدم زیاد شدن نفسگیریش تنگ شده دیگر برداشت کردن نمیتواند و در همین حالت جان خود را از دست می‌دهد. البته در آن مکان مقدس جان خود را از دست دادن، یعنی که سفر به آخرت کردن خوب است، اما اگر سلامتیمان خوب نباشد، ما یگان قوت و توانایی و حج، خواه حج فردی باشد خواه حج عمره باشد، نمیتوانیم. خداوند همه ما را به همان مکان مقدس خود برساند.